طبق معلومات کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه در سال جاری 13 میدانچه‌های ورزشی با خرج 9 میلیون و 750 هزار سومانی ساخته و استفاده داده شده است. حالا این میدانچه‌ها که از طرف حکومت شهر دوشنبه، اداره و دیگر ساختارها بنیاد می شود، در کدام وضع قرار دارد؟ با این مقصد ما از چند میدانچه ورزشی شهر دیدن نمودیم. میدانچه‌هایی که از کشاده شدن آنها حتی 1 یا 2 سال نشده است در حالت خرابی قرار داشت. ارجون عزیز، نمی‌هون می‌بینیم ای ساعت 8 سحر تا 5 بگه در هم میدانچه‌های ورزشی مصری خانوش نمیبرورن میپرتون پامپرس کودکاشون هستن. به اهمیتی شهروندان به همین درجه آمده رسیدگی به قدر مهنتی ما نمیرسن. اونچنان که ما مهنت میکنیم معاش ما گرفتگی به این مهنتی ما هیچ به این نرک نوعی که یوزی در هوای هسته هیچی نمیشه این معاش ما. نکی شهروندان با میگردن طرف ما میگه که اویلیگ میگیره توزک میداخی. همین روی آداب شهروندیه. کم ترک همین شهروندان با وای بیان با چی بیان که همین مصری خانوش نبرن در partavgoҳҳо پرتون برای partavgoҳи خانی و یا نبوده گیسک همین جهو. این بین چه میدانچه هم آوایش میشکنن میبرن میفروشن و خی همه چیو شکستگی همه چیزو جزیره رو که میبینن سوارچی کسای سوارکا میکنن اینا همش با ایسر نظارت میکنن سوز میکنن با این روزش میبین با همه احوالای هم میدانچه خی اسکامینگوش هم میکنن و خی نه کچایلیکوش همیشه میکنن همیشه میپرتوین و خی باید این نظارت کنن. نظارتی مهم هم هست نه که باید شهروندایی که نزدیک خانه‌شون به هست هم میدانچه باید و هم نظارت کنن که برای هوایی تیار کرده کنویا. مهم میبین با درجه کدایی که در روی کافل کمی مچر باورده ریختگی خواهرجون این کمای مهم یک لو توزه میکنیم و میکنیم با یک هفته پس میبین با همه احوال هم میدانچه یک تا دو تا میدانچه نیست که در اختیاری مهم میدانچه ورزشی. از سوی دیگر ساکنان شهر از میدانچه‌های ورزشی که در نزدیک партовгоҳҳо ساخته شدند اظهار ناراضگی میکنند. شبانه میبرویم اینجا بوی کمتر وای دارد اکنون توزه میکنن و لیکن جوش وای نه یگان جای معین میکردن بهتر میبود برای شهروندا برای نشستن برای کودکا کسل نشوند گفته خاکم بهتر میبود. همینا التماس حکومت شهر التماس میکردیم بهترین کار میشد. از شهروندان محترم احتراماً خواهش می‌کنم که فرزندان خودشون را به نظارت نگذارند طور که آنها در میدانچه‌های ورزشی و باغ گلش‌ها و شکستن گرد اطراف آن زیر کردن میززارها شکستن گل و بوته‌ها که میدانچه‌های ورزشی باغ فرمان با یک زحمت زیاد ساخته و استفاده داشته است برای سالهای طولانی برای فرزندان ما و آنها خدمت رساند.